تا حالا شده یه چیزی رو بشنویم اما ندونیم درسته یا غلط؟ تا حالا شده فکر کنی یه چیزی درسته اما بعد که اشتباه از آب در اومد ناراحت و عصبی بشی بگی چرا این اشتباه از آب در اومد؟ تو خیلی از مسائل روز زندگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، کلی مسائل هست که ما هر روز باش روبرو میشیم اما نمیدونیم درسته یا غلط و حتی راهی واسه تشخیص درست بودن و غلط بودنشون هم نداریم. اگه تو هم این مشکل رو داری تا آخر این ویدیو همراه من باش، میخوام یه راهکار خوب بهت بدم. سلام بچه‌ها، من محمدم، اینجام کلیات محمده. امروز میخوام با یه موضوع بظاهر ساده اما پیچیده مغزتون رو انگولک کنم. فکر کردن رو که هممونم بلدیم، نه مدام هم مشغولشیم، مدام داریم فکر میکنیم، ولی شاید برای بعضیامون خیلی خوب نباشه و گاهی آرزو میکردیم که کاش که یکی پیدا میشد مغزمون رو خاموش میکرد و کلا از فکر کردن و تصمیم گرفتن راحت میشدیم، یا کسی یا مرجعی پیدا میشد کلا فکر کردن رو به اون واگذار میکردیم، خودمون میرفتیم سراغ کسخلک بازیامون. ولی خلاصه فکر کردن رو که هممون بلدیم، نه. چیزی که از فکر کردن منظور منه یه مهارت یاد گرفتنی به اسم تفکر نقاده که یاد گرفتنش کلی تمرین میخواد. ذهن طبیعی و خام ما ذهن نامتفکره و اغلب چیزایی رو فکر میکنیم درست و طبیعی‌اند در حالی که هیچ وقت درست و غلطش رو تشخیص نمیدیم. قضاوت‌ها و نتیجه‌گیری‌هایی میکنیم که هیچی ازش نمیدونیم که آیا درستن یا غلطن. تصمیم‌های ریز و درشتی میگیریم و کارهای انجام میدیم که خیال میکنیم، فقط خیال میکنیم، با آگاهی و هدف معلوم و از قبل برنامه‌ریزی شده است و بعد که اشتباه از آب در اومد و انتظارش رو نداشتیم عصبی و شگفت زده میشیم و رنج میکشیم. و با اینکه همیشه اخلاقمندی رو ستایش میکنیم، یعنی که همیشه اخلاقی رفتار میکنیم، دیگران رو اذیت میکنیم و نمیفهمیم چرا. انگار ما صاحب مغز خودمون نیستیم، انگار ما زندانی مغزمونیم و بیرون هم کلی زندانبانه. و تو جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که قدرت‌ها و دولت‌ها از ما میخوان مثل یک گوسفند وضع سیاسی و اقتصادی فکری جامعه رو که خیلی خوب نیست بپذیریم و قبول کنیم یه چیز طبیعیه و تلاش کردن برای تغییر این وضعیت یه چیز الکی یا اغتشاش و آشوبه که هیچ وقت هم درست نمیشه و وضع بدتر هم میشه و یک سیستم آموزشی که نامتفکر تربیت میکنه. القا کردن به جای آموزش، حفظ کردن به جای درونی ساختن، پذیرفتن هر چیزی مثل یک گوسفند به جای سوال کردن. ما تو همچین جامعه غلطی بزرگ میشیم و همینجوری هم زندگی میکنیم و به بچه‌هامون هم همینجوری یاد میدیم. امروز میخوام شما رو با تفکر نقاد آشنا کنم. تفکر نقاد میگه ما چیزی جز تفکر خودمون نیستیم. احساسات، خشم، ترس، اندوه، محبت، آرزوها، تصمیم‌ها، اعمالها همه محصول فرآیندی هستند که ما اسمش رو میذاریم تفکر. و کیفیت زندگی ما مستقیم تابع کیفیت تفکر ماست. اگه تفکر ما نامتفکرانه باشه و ناآگاهانه باشه و سازوکارش رو ندونیم، نمیتونیم تشخیص بدیم کجای تفکر ما غلطه و کجای تفکر ما درسته. تفکر نقاد اندیشیدن درباره خود تفکر رو به ما یاد میده. یاد میگیریم این ماشین ذهن چجوری کار میکنه و یاد میگیریم چطوری با در اختیار گرفتن تفکراتمون فرمان اعمال، احساسات و فرمان نفس و مسئولیت زندگی خودمون رو گردن بگیریم. و تفکر نقاد طرحی برای بهبود کیفیت روابط یادگیری و زندگی و برای اخلاقی زندگی کردن و برای آزادی. مجموعه تفکر نقاد 19 تا جلد داره ولی یکی از بهترین و ساده ترین های این مجموعه ذهن فریبکار شماست. فصل اول این کتاب در مورد عملکرد مغزه که ریشه تفکرات و احساسات از کجا نشأت میگیره. و فصل‌های بعدی این کتاب در مورد خطاهای فکری یا همون مغالطه‌های فکری هست. مغالطه‌های فکری رو قبلا بهتون توضیح دادم اما یه مثال کوتاه اینجا بهتون میگم. اگر از کسی خوشتون نیاد هر چیزی که اون شخص بگه حتی اگه درست باشه شما قبولش نمی‌کنید. و بالعکس اگر از کسی خوشتون میاد هر چیزی که اون شخص بگه حتی اگر چرترین حرف ممکن باشه شما قبولش می‌کنید. این میشه مغالطه فکری. و فصل‌های آخر این کتاب اشتباهاتی رو بهمون میگه که فکر میکنیم درسته، مثل فرهنگ‌ها و هذیان‌های جمعی. پیشنهاد میدم این کتاب رو حتما بخونید و فصل‌های آخرش رو به هیچ وجه از دست ندید. اگه این پست رو دوست داشتی حتما لایکش کن و برای دوستانت هم بفرست و نظراتت رو زیر این پست واسم کامنت بذار.